یه دستگاه فوق‌العاده، بسیار پیشرفته، از نظر تجهیزات مکانیکی فوق‌العاده خوب، 2 تا تارت، هم عمودی هم افقی هم بارفیده، کنترل بسیار پرقدرت هاست، از نظر شرایط مکانیکی خیلی خوب. فقط یکم صبر کنید تا 1 ساعت دیگه من میتونم از مزایای این دستگاه قدیمی و شاید بسیار درد سرساز برای صاحب آیندهش براتون بگم. این دستگاهی بوده که شاید یکی از همکارای شما توی صنعت این دستگاه رو خریده، آورده الان به ما درخواست کرده که آقا بیایم یه مشکلش حل کنیم، نتونسته راهش بندازه. مشکل دستگاه خاموش یکیش همینه که فکر میکنیم توی ظاهر خیلی دستگاه خوبیه، خیلی پیشرفته است، ولی تا میخوایم راه اندازیش خودمون به عهده بگیریم بسیار مشکلات زیادی باش مواجه میشیم. الان صاحب این دستگاه گفته این دستگاه رو برای ما ببینید میشه ساده ترش کرد، میشه کنترلش رو عوض کرد، ما بیایم بالاخره راهش بندازیم ببریم. یه دستگاه ساده خوب با ابعاد خوب با شرایط اوکی با کنترل خوب، سال ساخت خوب، درایو اذیت نکنه، کنترلر اذیت نکنه، سعی کنید یه دستگاه خوب بخرید. ما توی حرفمون برای مشورت کردن ما در خدمت شما. ما دستگاهمون رو روشن به شما میفروشیم، تست شده میفروشیم بدون عیب، ولی باز هم 1 ماه گارانتیش میکنیم توی مجموعه شما که هر وقت که رفت توی مجموعه شما و زیر بار هنگام تراشیدن قطعه اگه احیانا یه مشکلاتی براش در اومد، اون موقع هم ما در خدمت شما هستیم.